من آریان ابرونی که همش توی تکنولوژی ام، ریش تراشم از برند شیائمیه. ببین اگه بخوام صادقانه بگم تو این چند مدتی که کلی محصول بررسی کردم، یک سری از محصولات رو اگر قصد خرید داریم باید بریم سراغ اون چیزی که اون برند بهش معروفه. مثلا توی ظرفشویی همه میگن برند بوش خوبه، توی ریش تراش هم اکثریت میگن برند موزل خوبه. حالا دلیلی که من شیائومی رو انتخاب کردم اینه که طراحی خیلی خاص و متفاوتی داره. از اون استایلش بگیر تا وقتی که روشن می‌کنی یه LCD خیلی شیک برات میذاره شارژ رو نشون بده و خیلی راحت میتونی سایز اصلاح تغییر بدی. مدلی که من گرفتم گرومینگه که یه کیت داره که توش قطعات مختلفی خیلی راحت کنده میشه و اون که قطعه رو میتونی بهش وصل کنی. شیائومی مدل‌های دیگه هم داره که ساده‌تره، صرفا از لحاظ هزینه‌ای هم اختلاف آنچنانی نداره. رفتم سراغ این یکی مدل. توی کامنت‌های دیجیکال اگر توجه کرده باشین یه سری نوشته که این کیتش بعضی مدت خراب میشه. این به همین دلیله که بهتون میگم اگر یک چیز با دوام می‌خواید بهتره برید سراغ اون برندی که به همون چیز معروفه. و شیائومی نمیگم کارو براتون در نمیاره، نه، من گرفتم چون توی تکنولوژی ام و عاشق اینجور برندام که ظاهر شیک و متفاوتی دارن و کارم هم برای استفاده عادی داره راه میندازه. اما اگه دنبال یک چیز با دوام میگردین فکر نکنم شیائومی بتونه انتخاب مناسبی باشه.